یه مشکل رایجی که خیلی از شما دوستان براتون پیش میاد اینه که کاکس‌ها و گیاهانتون کوددهی انجام میدید اما هیچ رشدی براش اتفاق نمیافته. بریم تا آخر این ویدیو با هم دیگه بررسی کنیم. اولین و مهمترین نکته که باید برای همه گیاهان و کاکس‌ها رعایت کنید برای کوددهی باید شرایط مناسب باشه. شما باید خاک خوب، نور کافی، آبیاری مناسب، تهویه مناسب داشته باشید. وقتی که همه این شرایط‌ها مهیا باشه، گیاه آماده میشه برای جذب مواد مغذی و شما اگه کوددهی انجام بدید، گیاه رشد انفجاری در کنار رشد عادی خودش براش اتفاق میفته که اگر این شرایط‌ها مهیا باشه، هر کدام از این نکاتی که رعایت نشه باعث میشه که گیاه رشدش متوقف بشه. مثلا شما اگه آبیاری کم و زیاد بشه باعث میشه که ریشه پوسیده بشه و گیاه هر چی بهش کود بدی جذب ریشه نمیشه و گیاه براش هیچ رشدی اتفاق نمیفته. یا استفاده کردن از خاک‌های نامناسب مثل خاک‌های سفت و سنگین، خاک رز، خاک باغچه، خاک‌هایی که آب زیاد داخل خودشون نگه می‌دارن، گردش هوایی نامناسبی دارن، زهکش نامناسب دارن، مواد مغذی کافی داخلشون وجود نداره و همین عامل باعث میشه که گیاه از بین بره، ریشه‌اش پوسیده بشه و شما هر چی کوددهی انجام بدید گیاه جذبش نمیشه و شما باید اول شرایط خاکی، نوری، آبیاری مهیا باشه و در کنارش تهویه هم در روز بین 4 ساعت تا 6 ساعت داشته باشید که گیاه همیشه شاداب و سرحال و در کنارش کوددهی اصولی انجام بدید که یه رشد انفجاری براش اتفاق بیفته. دومین نکته که باید رعایت کنید قبل از شروع کوددهی حتما از یومیک اسید استفاده کنید. یومیک اسید چون که جذب مواد مغذی رو میبره بالا، حاصل خیزی خاک، pH و شوری خاک رو تنظیم میکنه و گیاه آماده میشه برای کوددهی و شما اگر کوددهی بعد از یومیک اسید انجام بدید یه رشد خیلی خوبی برای گیاهتون اتفاق میفته در صورتی که شرایط که قبل گفتم حتما رعایت بشه، یه گیاهتون یک رشد انفجاری براش اتفاق میفته. سومین نکته و مهمترین نکته که باید رعایت کنی، شما موقع دادن کود باید حتما دوز مصرفیش رو رعایت کنی چون که کودها و برندهای مختلفی داخل بازار موجوده و دوز مصرفی مختلفی دارن و از شما موقع خریداری حتما از فروشنده سوال کنید که چه مقدار به گیاهانتون بدید و اشتباه نکنید. اگه دوز مصرفی کم بشه باعث میشه که گیاه هیچ تأثیری روش نذاره. اگه دوز مصرفی زیاد باشه باعث میشه که ریشه سوزی برای گیاهتون اتفاق میفته و بازم هیچ تأثیری نمیذاره و حتی باعث خرابی گیاهتون هم میشن. پس این نکته رو رعایت کنید، دوز مصرفی رو حتما سوال کنید، این نکته رو مد نظر داشته باشید. و نکته بعدی که باید رعایت کنید اینه که موقع آبیاری به جای آب دادن کود آبیاری کنید، نه یا مقدار کم کود بریزید پاش بگید کافیه. شما به صورتی باید بدید که کاملا از سوراخ‌های کف گلدون خارج بشه به مقدار چند قطره که مطمئن بشه که کل ریشه از کودی که بهش دادید خیس شده که گیاه یه رشد خیلی خوبی براش اتفاق بیفته.